سلام. اینجا چهره‌ای نیست، نه نورپردازی حرفه‌ای، نه ماسک لبخند. اینجا فقط یه صداست، داستانه، یه دل بی‌ادعا که میخواد حرف بزنه. من بیچهرم، ولی قصه‌هایی که میگم واقعی‌ان. از اتاقای تاریک تا رویاهای روشن، از آدمایی که دیده نمیشن ولی دنیا رو تکون میدن. اگر دنبال یه روایت بی‌فیلتری، خوش اومدی به بیچهره. عنوان روایت امروزمون از اتاق تاریک تا امپراتوری یوتیوب، یه داستان واقعی از مستر بیست. یه پسر بود اسمش جیمی. نه پول داشت، نه پارتی، نه حتی یه اتاق درست حسابی. فقط یه لپتاپ قدیمی داشت و یه عالم رویا تو سرش. تو اتاق کوچیکش با دیوارای ساده و نور زرد یه لامپ میشست و ویدیو میساخت. نه کسی میدید، نه کسی لایکش میکرد. ولی اون یه چیز داشت که خیلیا ندارن: سماجت. جیمی روزا و شباشو پای یوتیوب گذاشت. الگوریتما رو میخوند، ویدیوهای موفق رو آنالیز میکرد. خودش رو قانع میکرد که یه روز میتونه بهتره کنه. اولش ویدیوهاش خیلی ساده بودن. مثلا یه بار نشست تا 100,000 شمرد. یه بار گفت میخوام 100,000 بار بگم love you. مردم اولش مسخره میکردن ولی کم کم جذب شدن. چون پشت اون ویدیوها یه چیز واقعی بود. یه آدم که داشت تلاش میکرد، پشت کار داشت برای زندگیش. وقتی اولین پول تبلیغات اومد، خرج خودش نکرد، رفت داد به مردم. یه بار به یه غریبه $10,000 پول داد. یه بار به یه راننده تاکسی گفت اگه بتونی یه روز تو این دایره بمونی $50,000 مال توه. ویدیوهاش وایرال شد. مردم عاشقش شدن چون فقط سرگرمی نبود، امید بود، مهربونی بود، یه جور انرژی مثبت که تو دنیای مجازی خیلی کم پیدا میشه. الان مستر بیست یه برند جهانیه. میلیون‌ها دنبال کننده داره، شرکت داره، اپلیکیشن داره، حتی فسفود خودشو زده. ولی ته دلش همون جیمی ساده است، همون پسر که تو اتاق کوچیکش به جای خوابیدن رویاشو تدوین میکرد. یه بار رفت بینایی آدما رو برگردوند، یه بار مدرسه ساخت، یه بار چاهاب زد وسط آفریقا. اون فقط یه یوتیوبر نیست، یه نیکوکار دیجیتاله، کسی که نشون داد میشه با خلاقیت و مهربونی دنیا رو یه کوچولو بهتر